دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالاد کورейський به حد با لذت و خوشخورد تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما: بلغر گرفتم، نیم تشم میشد، سبزی یک دانه، دو دانه چسناک، یک دانه بادرنگ، پریپرا، نمک و دو قاشق روغن لازم است. این محصولات برای تیار کردن سالاد ما لازم است. در اول یک دانه سبزی‌های اتیارکی میگذاریم. مخصوص تیارکی یعنی همین سبزی شقتی. بسم الله الرحمن الرحیم. حرکت کنید. خیلی دراز گذارد. من کسال کنیم. خودش من چه درازی خوشرو میبیاد. من خیلی خوشرو میگذاریم اتیارکا. بیاد سالادی خوشخوری نرم میشه. برای اینکه بوی خوشرو ما سبزی گذراندیم اتیارکا. ما باید چیکار کنیم که سبزی ما یعنی خوشخوری ساچنی ملایمت بیاد در سالاد ما در اول باید نمک زنیم همین سبزی ما با خوشرو نمک میزنیم. نمک زده ما سبزی خوشرو رجیم میکنیم یعنی دستامو که ملایم میکنیم که آباش برو. یعنی ما سبزی همو نمک خطی میترک کنیم. این سبزی همو نمک خودش بگرفته ملایم میشه. نگاه کنید اوکی رنگش دیگه خوش شد. خوش رو تا آبش برآمده ما اینطور سبزی ها میخته کرم میگیریم. من نگاه کنید البته آبی سبزی ما چقدر برآمده. باید اینم خیلی شود. ما اکنون بادرنگه من اینطور کلالچه ریزه میکنیم. خیلی شکل کرده. خیلی باریکتر ریزه کنید با مهینی خوشرو میبیاد. اینطور همش. اینطور. ما بادرنگ ببینید یا خیلی میده کردم. ولی سبزی همو با میگیریم بادرنگ خوشرو. نه. اکنون بلغر میده میکنیم. بلغر ما خیلی میده میکنیم. 4 کنجچه. از سبب همه محصولاتی ما سیویجی بودن به بعدی سالاد تیار کردم. باش بیاد نظم برو. بلغر میده کردم. اکو چسناک نمیتونم. ما چسناک میده کنم که مایتی میده نمیکنیم. میده میکنیم. کلالچه. حرکت کنید که باریکتر میده کنید. اینطور. از سبب خیلی کلانتر باشد نه میده کنید میشه. دو میده چه باشد لازم نیست. اینطور میده میکنیم. من بلغر رو چسناکم گرفتیم. اکنون من پریپرا همو روغن دو قاشق روغن میگیریم. بسیاری بدم و کمتر اکرابی من میده کرده مرزینیک و مانده من همین همراه کردم. اما محصولات خوشرو امیخته میکنیم باری دیگر. خیلی نمکش چشته میبینیم از سبب که سالاد ما یعنی سبزی ها ما با نمک کردیم. برای همین چشیده میبینیم که چه خیلی آمدگی نمکش. بعد هم با دیگر نمک لازم کنیم. من میتونیم چه خیلی اپتیت میامد. من همه محصولات رو میخته کردیم. ما کمتر اکسوس هم همراه میکنیم. بسیاری بد نیه. از سبب پرسنتش بلند بود من کمتر همراه کردم. اکسوس برای چی همراه میکنیم؟ برای اینکه این همین محصولات ما اکسوس با ملایم تر میکنه. یا کنید چه خیلی آمد. من
ما سلطه مایه پرس میکنیم با مدت 2-3 ساعت. خیلی تانید بالاش بگن چی وزمینتر مانیدگر با شروع پرس میشه. نگاه کنید. من چون میبینی سلطه ما هم دمگیری نگاه کنید چه آب براور. راستی که من بالاش به روغنی 5 لیتره مانده بودم. بیهد برابری کشادن به شروع میکنه. چی آمده است؟ چگونه ببینید سلطه ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر اشتیاور به هر شروع با لذت با شروع میکنه. نگاه کنید. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.